ادی گین، قاتل روانی آمریکایی که اجزای بدن افرادی که به قتل میرسون رو در میآورد و در کارهای عجیب و غریبی مورد استفاده قرار میداد. اجزایی مانند سر، پوست، روده، سینه زنان و غیره، که این عمل اونو به یکی از منفورترین قاتلان آمریکایی تبدیل کرده بود. مایک! سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کرایم استوری. امیدوارم تا اینجای کار از ویدیوهای ما خوشتون اومده باشه. تو این ویدیو میخوام درباره منفورترین قاتل روانی آمریکایی براتون. در نوامبر 1957 پلیس در پلینفیلد ویسکانسین به مزرعه ویران شده ادی گین که مظنون به سرقت از یک فروشگاه سخف‌زار محلی و ناپدید شدن مالک آن برنیس وردن بود. جین آخرین مشتری در فروشگاه سخف‌زار بود و در اطراف محل به صورت پرسه زدن دیده شده بود. در داخل خانه مزرعه متروکه زباله‌ها و زباله‌های پوسیده کف پیشخوان و کف زمین رو پوشونده بودند. قدم زدن در اتاقات تقریبا غیر ممکن بود. بوی کثیف و تجزیه کننده بود، در حالی که کلانتر محلی آرتور شلی سوره را با چراغ قوه خود بازرسی میکرد. احساس کرد چیزی به کتش چسبیده. وقتی سرشو بلند کرد تا ببینه چه چیزی به کتش چسبیده، با لاشه بزرگ و آویزان شده روبرو شد که وارونه از تیرها آویزان بود. لاشه سربریده شده بود و بدنش باز شده بود. یک منظره زشت اصلا. آرتور شلی فکر کرد که شاید یک آهو یا یک گوزن چیزی باشه که توسط شکارچیان شکار شده باشه. چند لحظه طول کشید تا در آن فرو رفت، اما به زودی شلی متوجه شد که اصلا آهو نیست. جسد قصابی بدون سر یک زن است. برنیس وردن، مادر 50 ساله معاون او فرانک وردن، پیدا شده بود. در حالی که نمایندگان شوکه شده در میان آواره‌های وجود ادی گین جستجو می‌کردند، متوجه شدند که اکتشافات وحشتناک به جسد خانم وردن ختم نمیشه. آنها تصادفاً وارد مزرعه مرگ شده بودند. هرچی بیشتر خونه را نگاه می‌کردند، غنایم وحشتناکتری پیدا می‌کردند. سرانجام کت و شلواری که تماما از پوست انسان ساخته شده بود رو پیدا کرد. اونها تصمیم گرفتن تعداد زنان را که ممکن است به دست ادی مرده باشند محاسبه کنند. تمام این صنایع دستی عجیب و غریب ادی رو به یک شهرت تبدیل کرد. ادوارد تئودور در 27 آگوست 1906 در خانواده آگوستا و جورج گین در لاکراس به دنیا آمد. ادی دومین پسر از دو پسری بود که این زوج به دنیا آورده بودند. اولین متولد هنری بود که 7 سال از ادی بزرگتر بود. آگوستا یک زن متعصب و مذهبی بود و مصمم که پسران را طبق قوانین اخلاقی سختگیرانه خودش بزرگ می‌کرد. او آموزه‌های کتاب مقدس را به طور روزانه به پسرانش القا می‌کرد. او مکرر به پسرانش درباره بداخلاقی و بی‌حوصلگی زنان هشدار می‌داد. آگوستا زنی سلطه‌جو و سختگیر بود که معتقد بود دیدگاه‌های او نسبت به جهان مطلق واقعی است. او برای تحمیل اجباری عقایدش به پسران و شوهرش مشکلی نداشت. جورج مردی ضعیف و الکلی بود. در تربیت پسرها حرفی نداشت. در واقع آگوستا او را تحقیر می‌کرد که او موجودی بی‌ارزش و برای حفظ شغل مناسب نیست، چه برسه اینکه مراقب فرزندانش باشه. او این وظیفه رو به عهده گرفته بود که نه تنها فرزندان را مطابق با اعتقادات خود تربیت کنه، بلکه از نظر مالی خانواده رو تأمین کنه. او در سالی که ادی به دنیا آمد یک تجارت مواد غذایی را در راکراس شروع کرد و مقدار زیادی پول برای حمایت از خانواده به روش راحت ارمغان آورد. او سخت کار کرد و پول پس‌انداز کرد تا خانواده بتواند به منطقه روستایی‌تر برود که به دور از بداخلاقی‌های شهر و گناهکاران ساکن آن
باشند. در سال 1914 آنها به پلینفیلد ویسکانسین به یک مزرعه 195 هکتاری نقل مکان کردند که از هر گونه تأثیر شیطانی که میتواند خانواده او را مختل کنه جدا شده بود. نزدیکترین همسایه تقریبا 1/4 مایل دور بودند. اگرچه آگوستا سخت کوشید تا پسرانش را از دنیای بیرون دور نگه داره، اما کاملا موفق نبود، زیرا لازم بود پسران به مدرسه برن. عملکرد در مدرسه متوسط بود. اگرچه او در خواندن عالی بود، این خواندن کتاب‌ها و مجلات ماجراجویی بود که تخیل ادی را برانگیخت و به او اجازه داد تا لحظه‌ای به دنیای خودش فرار کند. همکلاسی‌هایش از ادی دوری می‌کردند، زیرا او زنانه و خجالتی بود. او هیچ دوستی نداشت و وقتی می‌خواست اونها رو بسازه، مادرش او رو سرزنش می‌کرد. اگرچه مخالفت مادرش با دوستیابی ادی رو غمگین می‌کرد، اما او رو مظهر خوبی می‌دید و دستورات سخت او رو به بهترین شکل ممکن اجرا می‌کرد. با این حال آگوستا به ندرت از پسرانش راضی بود و اغلب آنها را آزار، اذیت و کلامی می‌کرد و معتقد بود که آنها نیز مانند پدرشان شکست خورده هستند. پسران در دوران نوجوانی و در اوایل بزرگسالی از مردم خارج از مزرعه خود جدا موندند و فقط با یکدیگر همکاری می‌کردند. ادی به برادرش هنری نگاه کرد و او را فردی سخت‌کوش و شخصیتی قوی دید. پس از مرگ پدرشان در سال 1940 آنها برای کمک به حمایت مالی از مزرعه مادرشان یک سری مشاغل عجیب و غریب را به عهده گرفتند. ادی سعی کرد از عادات کاری برادرش تقلید کند و مردم شهر هر دو را قابل اعتماد می‌دونستند. اونها بیشتر به عنوان دستساز کار می‌کردند. با این حال ادی اغلب برای همسایه‌ها بچه نگهداری می‌کرد. ادی واقعا از نگهداری کودکان لذت می‌برد، زیرا ارتباط کودکان برای او راحت‌تر از همسالانش بود. او از بسیاری از جهات از نظر اجتماعی و عاطفی عقب مونده بود. هنری نگران وابستگی ناسالم ادی به مادرش بود. در واقع متعدد هنری آشکارا از مادرشون انتقاد می‌کرد. چیزی که ادی رو شوکه کرد، ادی مادرش را به عنوان یک نیکی محض می‌دید و از اینکه برادرش او رو به همین شکل نمی‌دید ناراحت بود. احتمالاً همین حوادث بود که منجر به مرگ نابهنگام و مرموز هنری در سال 1944 شد. در 16 می ادی و هنری در حال مبارزه با آتش‌سوزی بودند که به طرز خطرناکی در نزدیکی مزرعه آنها می‌سوخت. به گفته پلیس این دو نفر در جهات مختلف از هم جدا شدند تا آتش را خاموش کنند. در طول مبارزه اونها شب به سرعت نزدیک شد و به زودی ادی هنری را از دست داد. پس از خاموش شدن آتش، ادی ظاهرا نگران برادر گمشده خود شد و با پلیس تماس گرفت. پلیس سپس یک حزب جستجو تشکیل داد و با رسیدن به مزرعه غافلگیر شد تا ادی اونها را مستقیما به سمت هنری گم شده که مرده روی زمین دراز کشیده بود هدایت کند. پلیس نگران برخی از چیزهای مربوط به مرگ هنری بود. به عنوان مثال هنری روی یک تکه زمین دراز کشیده بود که آتش به آن دست نخورده بود و سرش کبود شده. اگرچه هنری در شرایط عجیبی پیدا شده بود، اما پلیس سریعا بازی ناپسند را رد کرد. هیچ کس نمیتونست باور کنه ادی خجالتی قادر به کشتن کسی به خصوص برادرش است. بعداً پزشک قانونی شهرستان خفگی را به عنوان علت مرگ ذکر کرد. تنها کسی که از ادی باقی مانده بود مادرش بود و این تنها کسی بود که او به آن نیاز داشت. با این حال او مادرش را برای یک دوره بسیار کوتاه به خودش اختصاص داد. در 29 دسامبر 1945 آگوستا پس از یک سری سکته مغزی درگذشت. پایه‌های ادی با مرگش متزلزل شد. او پس از مرگ مادرش در مزرعه موند و از درآمد ناشی کارهای عجیب و غریبی که انجام می‌دادند زندگی می‌کرد. ادی از اتاقایی که مادرشون بیشتر استفاده می‌کرد، عمدتاً طبقه بالا، سالن طبقه پایین و اتاق نشیمن، اونها را به عنوان زیارتگاه او حفظ کرد و آنها را برای سال‌ها دست نخورده گذاشت. او در طبقه پایین خانه زندگی می‌کرد و آشپزخانه و اتاق کوچکی که درست در نزدیک آشپزخانه قرار داشت استفاده می‌کرد و از آن به عنوان اتاق خواب استفاده می‌کرد. در این مناطق بود که ادی اوقات فراغت خود را با خواندن مجلات فرقه مرگ و داستان‌های ماجراجویی می‌گذراند. در مواقع دیگر ادی خود از سرگرمی‌های عجیب و غریب خود غوطه‌ور می‌کرد که شامل بازدید شبانه از قبرستان می‌شد. پس از مرگ مادرش ادی به طور فراگیرنده تنها شد. او بیشتر اوقات خود را صرف خواندن مجلات پالپ و کتاب‌های آناتومی می‌کرد. اتاق‌هایی که او در آن زندگی می‌کرد مملو از نشریات دوره‌ای در مورد نازی‌ها، شکارچیان سر دریای جنوبی و کشتی‌های غرق شده بود. ادی از
خواهش‌هایش در مورد فرایند کوچک کردن سرها، نقش قلب و آناتومی بدن انسان یاد گرفت. او شیفته این داستان‌های عجیب غریب شد و اغلب برخی از اونها را برای بچه‌هایی که از بچه‌ها نگهداری می‌کرد بازگو می‌کرد. حاجی همچنین از خواندن روزنامه‌های محلی لذت می‌برد. بخش مورد علاقه او آگهی‌های تاریخی بود. ادی از مرگ‌های اخیر زنان محلی باخبر شد. او که هرگز از معاشرت با جنس مخالف لذت نمی‌برد، شهوت خود را با زیارت قبور در شب فرو می‌نشاند. اگرچه او بعداً به پلیس سوگند یاد کرد هرگز با هیچ یک از زنان موردی که نفش قبل کرده بود رابطه جنسی نداشته است، که میگفت بوی بدی داشتن، اما از کندن پوست اونها، از بدن آنها و پوشیدن آن لذت خاصی می‌برد. او کنجکاو بود که بداند داشتن سینه و واژن چگونه است و اغلب آرزوی زن بودن را داشت. او به دلیل قدرتی که مردم داشتن شیفته زنان بود. او مجموعی از اعضای بدن رو با دست آورد که برخی از اونها شامل سرهای حفظ شده بود. در یک مورد پسر جوانی که گاهی از او مراقبت می‌کرد از مزرعه ادی بازدید کرد. او بعداً گفت که ادی سرهای انسانی رو به او نشون داده که در اتاق خوابش نگه داشته بود. ادی ادعا کرد که سرهای چروکیده متعلق به دریاهای جنوبی هستند، آثاری از شکارچیان سر. وقتی پسر جوان از تجربه خود به مردم گفت، داستان او به صورت به عنوان زایده تخیل پسر جوان رد شد. سپس مدتی بعد وقتی دو مرد جوان دیگر از مزرعه ادیگین بازدید کردند، پسر تبرئه شد. آنها نیز سرهای حفظ شده زنان را دیده بودند، اما فکر می‌کردند که آنها فقط لباس‌های عجیب هالووین هستند. شایعات شروع به پخش کردن شدند و خیلی زود اکثر مردم شهر در مورد اشیاء عجیبی که ظاهراً ادی در اختیار داشت غیبت می‌کردند. با این حال هیچکس داستان‌ها را جدی نمی‌گرفت تا اینکه سالها بعد برنیس وردن ناپدید شد. در واقع مردم اغلب با ادی در مورد سرهای کوچک شده شوخی می‌کردند و ادی فقط لبخند می‌زد یا به داشتن آنها در اتاقش اشاره می‌کرد. هیچکس فکر نمی‌کرد که او حقیقت رو می‌گوید، یا شاید آنها فقط نمی‌خواستند باور کنند که حقیقت دارد. در اواخر دهه 40 و 50 پلیس ویسکانسین متوجه موارد گمشده افراد شد. 4 مورد وجود داشت که به ویژه پلیس را گیج کرد. اولین مورد مربوط به دختر 8 ساله به نام جورجیا وکلر بود که در 1 می 1947 از مدرسه به خانه می‌آمد ناپدید شده بود. هیچ مظنون خوبی وجود نداشت و تنها مدرکی که پلیس باید روی آن کار می‌کرد رد لاستیک بود که در نزدیک محلی که جورجیا آخرین بار در آن دیده شده بود پیدا شد. رد لاستیک‌ها مربوط به فورد بود. این پرونده حل نشده باقی ماند و تا سالها بعد که ادی گینگ به قتل محکوم شد دوباره باز نشد. دختر دیگری 6 سال بعد در لاکراس ویسکانسین ناپدید شد. اولین هارتری 15 ساله در زمانی که ناپدید شده بود از کودک نگهداری میکرد. پدر اولین بارها سعی کرد با دختر در خانه‌ای که او در آن نگهداری میکرد تماس بگیرد، پاسخی دریافت نکرد. پدر دختر که نگران بود بلافاصله به سمت جایی که او از بچه‌ها نگهداری میکرد حرکت کرد. کسی در رو باز نکرد. وقتی از پنجره نگاه کرد تونست یکی از کفش‌های دخترش رو و یه جفت عینک اون روی زمین ببینه. سعی کرد وارد خونه بشه، اما تمام درها و پنجره قفل بود به جز یکی، پنجره پشتی زیرزمین. در همون پنجره بود که لکه‌های خون رو کشف کرد. وارد خونه شد و نشانه‌ای از مبارزه رو کشف کرد. او بلافاصله با پلیس تماس گرفت. وقتی پلیس به خانه رسید، شواهد بیشتری از درگیری از جمله لکه‌های خون روی علف‌های منتهی به خانه، اثر خونی دست روی خانه همسایه، رد پا و کفش دیگر دختر در طبقه زیرزمین پیدا کرد. جستجوی منطقه‌ای انجام شد، اما اولین جایی پیدا نشد. چند روز بعد پلیس تعدادی لباس خون‌آلود متعلق به اولین رو در نزدیکی بزرگراه خارج از لاکراس کشف کرد. در نوامبر 1952 دو مرد قبل از اینکه برای شکار آهو به بیرون بروند در یک بار در پلینفیلد ویسکانسین برای نوشیدنی توقف کردند. ویکتور تراویس و ری برگس قبل از رفتن چندین ساعت در بار گذراندند. این دو مرد و ماشینشان دیگر هرگز دیده نشدند. جستجو گسترده انجام شد، اما اثری آنها نبود. اونها به سادگی ناپدید شده بودند. در زمستان 1954 یک مهماندار پلینفیلد به نام مری هوگان به طور مرموزی از محل کارش ناپدید شد. پلیس زمانی که خون رو در کف میخانه کشف کرد که به داخل پارکینگ میرفت به بازی ناپسند مشکوک شد. پلیس همچنان یک فشنگ خالی گلوله روی زمین کشف کرد. پلیس فقط میتونست در مورد اتفاقی که ممکن است برای مری بیفتد حدس بزنه، زیرا اونها مانند 4 نفر دیگر گم شده هیچ جسدی نداشتند و شواهد
مفید کمی داشتند. تنها رابطه مشترک دیگر در میان این موارد این بود که همه ناپدید شدنها در اطراف یا در پلینفیلد ویسکانسین اتفاق افتاده بود. در 17 نوامبر 1950 پس از کشف جسد بدون سر پرنیس برگن و آلونک و سر او و سایر مسنونات وحشتناک در خانه ادی، پلیس جستجوی همه‌جانبه در قسمت‌های باقی مونده از مزرعه و زمین‌های اطراف را آغاز کرد. اونها بر این باور بودند که ادی ممکن است در قتل‌های بیشتری دست داشته باشه و اجساد ممکن است در زمین او دفن شود. احتمالاً اجساد جورجیا وکلر، ویکتور تراویس، بری برگس، یولین هالتری و مری هوگان در اونجا بودند. در حالی که حفاظت در مزرعه شروع شده بود، ادی در زندان واتوما کانتی توسط بازجویان مصاحبه میشد. گین در ابتدا به هیچ یک از قتل‌ها اعتراف نکرد. با این حال پس از بیش از یک روز سکوت، او شروع به گفتن داستان وحشتناکی کرد که چگونه خانم وردن رو کشت. اعضای بدنش رو که در خانه‌اش پیدا شده بود از کجا به دست آورد. گین در به خاطر سپردن همه جزئیات مشکل داشت، زیرا ادعا می‌کرد که در زمان قبل از قتل و در حین اون در حالت گیجی قرار داشت. با این حال او به یاد می آورد که جسد وردن رو به کامیون فورد خودش کشیده شد، صندوق رو از فروشگاه گرفته و خانه‌اش برده است. او به خاطر نداشت که با اسلحه کالیبر 22 به سر شلیک کرده باشه که بعداً گزارش کارکشی به عنوان علت مرگ ذکر شده بود. وقتی از او پرسیدند که سایر اعضای بدن که در خانه‌اش کشف شده بود از کجا آمده بود، گفت که آنها را از قبرهای محلی دزدیده. ادی اصرار داشت که هیچ یک از افرادی رو که بقایای آنها در خانه‌اش پیدا شده بودند به استثنای خانم وردن نکشته است. با این حال پس از روزها بازجویی شدید سرانجام به قتل مری هوگان اعتراف کرد. او مجددا ادعا کرد که در زمان قتل در حالت گیج بوده و نمیتونست جزئیات دقیقی از اون چه واقعا اتفاق داره به خاطر بیاره. تنها خاطری که داشت این بود که به طور تصادفی به او شلیک کرده بود. ادی در طول چند ساعت بازجویی هیچ نشانه‌ای از پشیمانی یا احساسی شدن نداشت. وقتی درباره قتل‌ها و دزدی قبرش صحبت می‌کرد، بسیار واقعی صحبت می‌کرد و حتی گاهی اوقات با شادی. او هیچ تصوری از عظمت جنایات خود نداشت. سلامت عقل گین زیر سوال رفته بود. پیشنهاد شده که در طول دادگاه او به دلیل جنون خود را به گناه اعتراف کند. گین تحت یک سری آزمایشات روانشناختی قرار گرفت که بعداً به این نتیجه رسیدند که او واقعاً از نظر عاطفی آسیب دیده و روانشناسان و روانپزشکانی که با او مصاحبه کردند اظهار داشتند که او اسکیزوفرنی و یک روانشناس جنسیه. وضعیت او به رابطه نابسامانی که با مادرش داشت و تربیتش نسبت داده میشد. گین ظاهراً از احساسات متناقض در مورد زنان، جاذبه جنسی طبیعی خود نسبت به آنها و نگرش‌های غیر طبیعی که مادرش به او القا کرده بود رنج می‌برد. این احساس عشق و نفرت نسبت به زنان اغراق‌آمیز بود و در نهایت به یک روانپریشی تمام عیار تبدیل شد. در حالی که ادی تحت بازجویی‌های بیشتر و آزمایش‌های روانی بود، بازرسان به جستجوی زمین‌های اطراف مزرعه او ادامه داد. پلیس در خانه مزرعه ادی بقایای 10 زن رو کشف کرد. اگرچه ادی سوگند یاد کرد که قسمت‌های باقی مانده بدن 8 زن‌هایی است که از قبرستان‌های محلی گرفته شدند، پلیس در این مورد تردید داشت. آنها معتقد بودند که این امکان وجود دارد که بقایای جسد از زنانی باشد که ادی ممکن است اونها رو به قتل رسونده باشه. تنها راهی که پلیس میتونست تشخیص بده که آیا بقایای اجساد زنان اومده یا نه، بررسی قبرهایی بود که ادعا میکردن دزدیده شده. پس از بحث و جدل‌های فراوان در مورد اخلاقی بودن نقش قبر اجساد، سرانجام به پلیس اجازه داده شد که قبر زنانی را که ادی ادعا میکرد حتی که حرمت کرده است حفر کند. همه تابوت‌ها نشانه‌های آشکار از دستکاری را نشان میدادند. در بیشتر موارد اجساد یا قسمت‌هایی از اجساد گم شده بود. کشف دیگری در زمین ادی وجود خواهد داشت که دوباره این موضوع رو مطرح می‌کنند که آیا ادی واقعاً شخص سوم رو به قتل رسونده یا خیر. در 29 نوامبر پلیس بقایای اسکلت انسان رو کشف کرد. گمان می‌رفت جسد ویکتور تراویس باشه که سالها قبل در مزرعه ناپدید شده. بقایا بلافاصله به آزمایشگاه جنایی منتقل و مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات نشان داد که جسد یک مرد نیست، بلکه جسد یک زنه، درشت اندام و میان ساله، یکی دیره از سقاط قبرستان. همانطور که پلیس انجام داد، آنها نتوانستند ادی را در ناپدید شدن ویکتور تراویس دخیل کنند. تنها قتل‌هایی که سالها قبل در منطقه‌ای که میتوان ادی را مسئول دانست، برنیس وردن و مری هوگان بود.
هنگامی که محققان حقایق رو در مورد آنچه در مزرعه ادی گین پیدا شد فاش کردند، این خبر به سرعت پخش شد. خبرنگاران از سراسر جهان به شهر کوچک پلینفیلد ویسکانسین هجوم آوردند. این شهر در سراسر جهان شناخته شد و ادی گین به جایگاه شبیه به افراد مشهور رسید. روانشناسان از سراسر جهان تلاش کردند تا دریابند که چه چیزی باعث شده ادی تیک تیک بزنه. در طول دهه 1950 او به عنوان یک از مشهورترین پرونده‌های مستند که شامل ترکیبی از نکروفیلیا، ترانسوستیسم و فتیشیسم بود شهرت یافت. حتی کودکانی از کارهای ادی با خبر بودند شروع کردند به خواندن ترانه‌هایی درباره او. در پلینفیلد ساکنان هجوم خبرنگاران را تحمل کردند که با بمبارانی سوال درباره ادی زندگی روزمره آنها را مختل کردند. با این حال بسیاری از آنها در نهایت درگیر شیدایی پیرامون ادی شدند و اطلاعاتی را که داشتند به اشتراک گذاشتند. پلینفیلد اکنون در سراسر جهان به عنوان خانه بدنام ادی گین شناخته میشد. اکثر ساکنانی که ادی را میشناختند فقط چیزهای خوبی در مورد او میگفتند، غیر از اینکه او کمی عجیب و غریب بود. گوسفندی عجیب و غریب و شوخ طبعی عجیبی داشت. اونا هرگز به او مشکوک نبودند که قاتل به ارتکاب چنین جنایت وحشتناکی باشد، اما فرار از حقیقت سخت بود. مرد کوچک خجالتی و ساکتی که شهر فکر میکرد اونها را میشناسند، در واقع قاتل بود که قبر دوستان و بستگانش را زیر پا گذاشته بود. پس از گذراندن دوره 30 روزه گین در یک مؤسسه روانی و ناتوانی روانی ارزیابی شد. دیگر نمیتوان اون رو به عنوان اتهام قتل درجه 1 محاکمه کرد. مردم در پلینفیلد بلافاصله عصبانیت خود را از اینکه ادی به خاطر قتل برنیس بردن محاکمه نخواهد شد ابراز کرد. با این حال جامعه نمیتونست بر تصمیم دادگاه تاثیر بذارد. ادی به بیمارستان ایالتی مرکزی در وافون ویسکانسین متعهد شد. بلافاصله پس از محکومیت ادی به آسایشگاه روانی و مزرعه او به همراه برخی از وسایل دیگرش به حراج گذاشته شد. هزاران کنجکاو در شهر کوچک دور شدند تا ببینند چه اموالی از ادی به حراج گذاشته خواهد شد. برخی از چیزهایی که قرار بود به حراج گذاشته شود ماشین، مبلمان و آلات موسیقی او بود. شرکتی که تجارت فروش کالاهای ادی رو اداره می‌کرد، قصد داشت برای بررسی اموال ادی 50 سنت هزینه بپردازد. شهروندان پلینفیلد خشمگین شدند. آنها معتقد بودند که خانه ادی به صورت در حال تبدیل شدن به موزه‌ای برای بیماران بیمار است و شهر خواستار انجام کاری برای پایان دادن به آنها شد. اگرچه بعداً شرکت از پرداخت هزینه ورودی به حراج منع شد، اما ساکنان هنوز ناراضی بودند. در اوایل صبح 20 مارس 1958 آتش‌نشانی مزرعه ادی فراخوانده شد. خانه گین در آتش سوخت. هنگامی که ادی از تخریب خانه‌اش مطلع شد، به سادگی گفت همینطور. اگرچه آتش بیشتر وسایل ادی را نابود کرد، اما هنوز چیزهای زیادی نجات یافت. آنچه از دارایی‌های ادی باقی مانده بود، از جمله تجهیزات مزرعه و ماشین او، همچنان به حراج گذاشته می‌شد. سدان فورد مدل 1949 ادی که برای حمل اجساد استفاده می‌شد، باعث ایجاد یک جنگ مزایده شد و در نهایت به قیمت $760 فروخته شد. مردی که این ماشین رو خرید بعداً آن را در یک نمایشگاه شهرستانی به نمایش گذاشت. پس از گذراندن 10 سال در آسایشگاه روانی که در آن دوران نقاهت را سپری می‌کرد، دادگاه سرانجام تصمیم گرفت که او صلاحیت محاکمه را داشته باشد. این روند در 22 ژانویه 1968 آغاز شد تا مشخص شود که آیا ادی به دلیل جنون برای قتل برنیس بردن مجرم بوده یا خیر. محاکمه واقعی در 7 نوامبر 1968 آغاز شد. ادی در حالی که 7 شاهد به جایگاه آمدن نگاه کرد. تعدادی از کسانی که شهادت دادند تکنسین‌های آزمایشگاهی بودند که کالبد شکافی خانم بردن، معاون سابق کلانتر را انجام داده بودند. شواهد به شدت علیه ادی انباشته شد و تنها پس از یک هفته قاضی به حکم خود رسید. ادی به جرم قتل درجه 1 مجرم شناخته شد. با این حال چون مشخص شد ادی در زمان قتل دیوانه بوده، بعداً به دلیل جنون بیگناه شناخته شد و تبرئه شد. بلافاصله بعد از محاکمه او را به بیمارستان مرکزی دولتی مجنونان مجرمین اسکورت کردند. خانواده برنیس بردن، مری هوگان و خانواده کسانی که قبرشون دزدیده شده بود هرگز احساس نمی‌کردند که عدالت رعایت شده. اونها بر این باور بودند که ادی از مجازاتی که به او تعلق می‌گیرد فرار کرد، اما هیچ کاری نمی‌تونستند بکنند برای تغییر تصمیم دادگاه انجام دهند. ادی تا آخر عمر در آسایشگاه روانی می‌ماند و روزهایش را با شادی و آرامش می‌گذراند. ادی در بیمارستان خوشحال بود، شاید خوشحال‌تر از همیشه در زندگیش. او به اندازه کافی با سایر بیماران کنار می‌آمد. اگرچه در بیشتر موارد خود را حفظ می‌کرد،
او روزی 3 وعده غذا میخورد. خبرنگاران از اینکه ادی از زمان دستگیری 5 سال قبل چقدر سنگین‌تر به نظر می‌رسید شگفت زده شدند. او همچنان یک خواننده مشتاق بود. او گفتگوهای منظم خود را با روانشناسان و کارکنان دوست داشت و از کارهای دستی که به او محول شده بود لذت می‌برد. صیقل دادن سنگ، قالیس بافی و سایر اشکال. او حتی به رادیوهای ژامبونی علاقه پیدا کرده بود و به او اجازه داده شده بود از پولی که به دست می‌آورد برای سفارش گیرنده ارزان قیمت استفاده کند. در مجموع یک بیمار کاملا دوست داشتنی بود و حتی مطیع بود. یکی از معدود بیمارانی که در بیمارستان که هرگز برای کنترل دیوانگیش به داروهای آرامبخش نیاز نداشت. در واقع جدای از ویژگی‌های خاص، نحوه نگران کننده‌ای که او به پرستاران یا هر کارمند زن دیگری که در خط دید او سرگردان بودند خیره می‌شد. به سختی می‌توان گفت که اصلا دیوانه است. سرپرست شوبرت به خبرنگاران گفت که گین یک بیمار نمونه بود. اگر همه بیماران ما مثل او بودن اصلا مشکلی نداشتیم. سرانجام در 26 ژوئیه 1984 پس از یک دوره طولانی بیماری سرطان درگذشت. او را در قبرستان پلینفیلد در کنار مادرش دفن کردند، نه چندان دور از قبرهایی که سالها قبل از اون دزدی کرده بود. خب دوستان، اینم از پرونده ادی گین، قاتل روانی آمریکایی که در زمان خودش به شدت معروف شد، مشهور شد و همچنین در همین روزگار نیز اسمش خیلی معروف و مشهوره و میبینید که به نظر میاد که خودشو زده بود به دیوانگی تا از محاکمه اعدام فرار کنه. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، حتما ویدیو رو هم لایک کنید. از ما حمایت کنید تا ویدیوی بیشتری بتونیم براتون بذاریم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.